پایگاه خبری افغانستان اینترنشنال روز 5 سپتامبر سال 2023 با تکیه به منابعش خبر داد که رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزای را گروه طالبان تحت نظارت خود قرار داده است و روابط او با جهان بیرونه را قطع کرده محدودیت‌های جدی در راه حرکت او جاری کردند. در نوبت خود طالبان باشند ادعا کردند که این محدودیت‌ها به خاطر محافظت از کرزای در برابر حملات داعش راه اندازی شده است. کرزای که حالا 65 سال دارد در پایان سال 2001 در پی سقوط رژیم یکم طالبان از سوی ائتلاف بین المللی تحت رهبری امریکا به قدرت رسید و تا سال 2014 ریاست افغانستان را در دست داشت. بنا به نوشته افغانستان اینترنشنال، حامد کرزای دیگر نمیتواند به اجازت رهبر طالبان با سفیران خارجی، مردم عادی و مقامداران این گروه دیدار و گفتگو کند. همچنین از این پس کرزای به اجازت طالبان نمیتواند به داخل و یا خارج از افغانستان نیز سفر داشته باشد. یک شخص نزدیک به کرزای به افغانستان اینترنشنال گفته است که 6 روز پیش طالبان با حامد کرزای اجازه ملاقات با هیئتی از مجلس ایران را ندادند. با اینکه کرزای در زمان رژیم کنونی طالبان تا این 2 سال چندین مرتبه به کشورهای خارجی سفر کرد و باز به افغانستان برگشت، اما پس از آخرین سفر او به بریتانیای کبیر طالبان پورا او را از حق سفر کردن محروم کردند. چنانچه چند پیش به کرزای اجازت ندادند تا به آلمان سفر کند. منابع نزدیک به حامد کرزای تصدیق کردند که عین حال او با سرنوشت نامعلوم روبرو است. وطن امیدوار است که با تغییر وضع سیاسی افغانستان وضعیت او نیز تغییر کند. بنا به گفته منصوبات افغانستان اینترنشنال، فعلا یگان رابطه بین حامد کرزای و رهبر طالبان هیبت الله آخوندزاده وجود ندارد. آقای کرزای نیز هیچ تلاش برای برقراری ارتباط با مولا هیبت الله نکرده است تا محدودیت‌ها نسبت به او از بین برداشته شوند. با اینکه حامد کرزای و رهبر گروه طالبان هر دو از قندهارند، اما طالبان قندهاری با او ارتباط ندارند. چگونه که دیده می شود، برعکس طالبان قندهاری اساسگزار شبکه حقانی و وزیر کارهای داخلی حکومت طالبان سراج الدین حقانی با کرزای معاملات نسبتا خوبتر داشته با او در تماس دائمی بوده است. باید گفت که این محدودیت ها را زمان بالای کرزای جاری کردند که شماری از چهره‌های شناخته شده و بلندپایه طالبان واضح و روشن ضمن صحبت خود بر رسانه‌ها و برآمدهای خود تاکید می‌کردند که مخالف انحصار قدرت در قندهار، ممنوع شدن حق تحصیل و کار زنان و دختران بوده، طرفدار آغاز گفت و شنودهای بین افغانی و تشکیل حکومت همشمول ملی هستند. در همین حال تلویزیون فرانس 24 میگوید که طالبان به خبرنگاران این رسانه اجازت ندادند تا با کرزای مصاحبه انجام دهند. رسانه‌های داخلی افغانستان نیز تصدیق کردند که طالبان گفتگوی کرزای با رسانه‌ها را ممنوع کردند. باید یادآور شد که پس از سقوط حکومت قبلی افغانستان از طرف گروه طالبان بسیاری از منصبداران و شخصیت‌های با نفوذ کشور را ترک نموده، ولی بعضی از سیاستمداران افغان به مثل حامد کرزای رئیس جمهور سابق افغانستان، دکتر عبدالله عبدالله رئیس حکومت مصالحه ملی و ادیب فهیم پسر مالچر فهیم با کدام عمده در زیر سلطه طالبان در کابل باقی ماندند. کرزای و دکتر عبدالله حتی امروز با گلبدین حکمتیار شروع را برای میانروی برای انتقال قدرت از حکومت قبلی به طالبان تأسیس دادند، ولی این گروه تندرو که تازه کابل و دیگر ولایت‌های افغانستان را تصرف کرده شهد پیروزی هنوز در کام داشت، با ثروت به آنها فهم ماندند که به میانرویشان ضرورت ندارند. حامد کرزای در دوران پرزیدنت افغانستان بودنش در برابر طالبان موقعی نسبتا نرم داشت و حتی آنها را برادر صدا می‌کرد، اما او امروز در شرایطی قرار دارد که احتمال فکرش را هم نمی‌کرد. ناظران میگویند اگر طالبان با کرزای چنین رفتار را برخورد کنند، فکر کردن در مورد وضعیت دکتر عبدالله و دیگر سیاستمداران سابق افغان که با امید نواله از خانه طالبان در کشور ماندند خیلی دشوار است.